رسانه‌های قرقیزستان خبر دادند که شب ششم به هفتم ماه سال 2023 در نویه لیلک ولایت بادکند قرقیزستان نظامیان ارتش این کشور با ساکنان دهه موراس یا مرغون مشت به گریبان شدند. بنا به گزارش‌ها در این زدوخورد گروهی از هر دو طرف هم از جانب نیروهای وزارت مدافعه و هم از ساکنان محلی نه کمتر از 100 نفر اشتراک کردند. در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است دیده می‌شود در تاریکی شب یک گروه کلان اکثریت آنها در تن لباس نظامی دارند هیاهویی را برپا نمودند. از جانب دیگر ساکنان محلی نیز جمع شدند و از این انبوه اساسی دورتر قرار دارند. بنا به گزارش‌ها سبب درگیری معامله بد یک افسر نسبت به اسکربچه شده است که گفته می شود این افسر وزارت مدافع قرقیزستان تازه به این قسم حربی انتقال شده و نسبت به سرباز زیردست خود بدرفتاری کرده است. از بس که این اسکربچه جبر دیده زاده همین جا بوده است، ساکنان محلی به حمایت از همدیهای خود برخواستند و نظامیان از افسر ارتش پشتیبانی کردند. همین طور کار در موراس تا به زن و زنی گروهی کشیده شده است. بنا به خبرها داستانی حربی با تحقیق ماجرای موراس آغاز کرده است. موراس در فاصله تقریبا 25 کیلومتر از نویه لیلک با نویه باباجان غفورov ولایت سوخت تاجیکستان جایگیر شده است. بدرفتاری در ارتش خاص تقریبا همه ارتش‌های کشورهای شوروی سابق است. اخیراً در اینترنت ویدیو نشر شد که در آن لحظه لطکوف و مناسبت تأخیرآمیز از جانب سربازان سابقه‌دار نسبت به سربازان نودعوت در کمانداتور رقم 1 وروخ در مرز تاجیکستان با قرقیزستان ثبت شده است. داستانی کل تاجیکستان به دنبال خبر داد که در رابطه با این ویدیو 5 سرباز بدرفتار و همچنین فرمانده کمانداتور رقم 1 وروخ برای راه دادنشان به چنین حالت به حبس گرفتند. به آنها همچون جزا تا 12 سال زندان تهدید می‌کند.